بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. در مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان جنگیان مخالف تاجیک ظهور کرده‌اند. پارلمان لایحه قانون مطبوعات را رد کرد. پیروزی کوچک. جنجال دو خدا سبب مرگ پدری داماد و زخمی شدن 5 نفر شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان سالیرکه صادر می‌کند. دسته فوتبال خوجند در بازی سنجشی پیروز شد. مقامات فرمانداری امام صاحب از توابع استان قندوز در شمال افغانستان خبر دادند که نزدیک به 200 نفر از جنگجویان خارجی در قلمرو این منطقه تجمع کردند که 40 تن از این افراد شهروندان تاجیکستان می باشند. با گزارش پایگاه اطلاعاتی ایتسا نیوز، امام‌الدین قریشی فرماندار این منطقه گفته است که تجمع این تعداد جنگجوی خارجی در مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان نه تنها تهدید علیه این کشور بلکه تهدید برای تمام جمهوری‌های آسیای مرکزی می باشد. وی تاکید کرده است که بر اساس گزارش خدمات امنیتی ملی افغانستان، شهروندان تاجیکستانی در ترکیب این گروه طالبان اساساً کار مینه‌گذاری در مرکزهای مهم را بر عهده دارند و فردی به اسم مصطفی تاجیکی فرمانده آنان است. این مقام دولتی افغانستان مدعی است که شهروندان تاجیکستانی این گروه به طالبان اصولهای دستساخت مینه‌های مختلف و طرز کاربرد این تجهیزات را آموزش می‌دهند. از دیدگاه امام‌الدین قریشی، این جنگجویان در داخل قلمرو تاجیکستان پایگاه دارند و هر زمان نیروهای دولتی افغانستان اقدام به اخراج آنان کنند به این مرکز که در مناطق جنگلی مرکز مشترک دو کشور واقع شده است پناه میبرند. اما محمدالله خواجه سخنگوی فرمانده نیروی مرزبانی تاجیکستان بارد این ادعا گفته است که در قلمرو این کشور هیچ گروه تروریستی پایگاه ندارد و افزا در مرز مشترک با افغانستان تحت کنترل می باشد. شکرجان ظهورov رئیس مجلس نمایندگان گفته است موضوع اجازه دادن به وزارت فرهنگ برای بستن نشریه ها با طلب پروکراتور از آن تماما حفظ شده است و ژورنالیستان می توانند خواطر نشوند. تغییرات رد شده از جانب پارلمان که ظهورov به آن اشاره کرده است بستگی به ماده 12(1) بند 3 دارد که در آن گفته می شد اگر در مهلت معین شده قانونشکنی هایی که اساسی برآوردن امر خطی یا آگاهینامه خطی گشتند برطرف کرده نشوند، پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان یا پروکورورهای تابع او می توانند به مقام وکالتداری به حسابگیری واسطه‌های اخباری عامه در خصوص بازداشتن فعالیت واسطه‌های اخباری عامه با عریضه مراجعت نمایند. در این مورد مقام وکالتداری به حسابگیری واسطه‌های اخباری عامه حقوق دارد فعالیت واسطه‌های اخباری عامه را به مهلت تا 3 ماه باز دارد. برگردانیدن طرح از طرف پارلمان کشور در حال است که قبلا کمیته های پارلمان آن را تصدیق نموده و برای قبول به پارلمان فرستاده بودند. اما چه باعث شده است نگرانی سازمان‌های ژورنالیستی یا توجه اتحاد اروپا که پارلمان طرح پیشنهادی حکومت را برگرداند که حتما با سفارش خود حکومت شده است؟ سوال روز باقی میماند چون تاریخ استقلالیت تاجیکستان کم یاد دارد که پارلمان لایحه از جانب حکومت پیشنهاد شده را رد کرده باشد. در ناحیه ایسار یک پیرمرد 70 ساله کشته و 5 اعضای عائله او در پی جنجال دو خدا جراحت برداشتند. هدایت الله خالف یکی از خویشاوندان عبدالصمد علی مردانов پیرمردی ففتیده به پایگاه اطلاعاتی آزادگان گفته است حادثه 31 ژانویه در دهه نیلوی ناحیه ایسار به وقوع پیوسته است. طبق منبع این دو خانواده با هم خدا بودند و جنجال سر تقسیم چیزهای داماد و عروس بعد از هم جدا شدنشان سر زده است. با گفته وی حسن پسر عبدالصمد با ولایت نظام و ماه نوامبر سال 2014 خانه‌دار شده 5 ماه پیش از هم جدا شده بودند. روز 31 ژانویه امام خطیب و رئیس جماعت برای کمک در تقسیم جهاز آنها به خانه عبدالصمد آمدند. صحبت‌ها خوب بود، کسی اعتراض نداشت، اما ناگاه 15-20 نفر از جانب عروس که در همان نزدیکی‌ها در کدام توی بودند آمده همه را زیر مشت و لغت
گرفتند. بنا به منبع در نتیجه این لطوکوب عبدالصمد علیمردانوی 70 ساله که بیمار بود به هلاکت رسیده. 5 اعضای دیگر خانواده‌اش زخم برداشتند. حسن پسر عبدالصمد علیمردانوف گفته است از لحظه اول این حادثه ما به مقامات حفظی حقوق خبر دادیم اما یگان چاره جدی ندیدند. جسد را برای تشخیص بردند اما هنوز نتیجهش را اعلان نکردند. بعد لغو تحریم‌های اقتصادی ایران حدود 3 میلیون لیتر سوزشواری دیزلی از این کشور اسلامی به تاجیکستان صادر می شود. به اطلاع روزنامه دنیای اقتصاد محمد قرایی مدیر شرکت ملی بخش فرآوردهای نفتی منطقه خراسانی رضوی گفته است این نخستین بار است که ایران به تاجیکستان سوزشواری دیزلی صادر می کند. با گفته قرایی اولین کاروان حامل سوزشواری دیزلی از مسیر مرزهای زمینی استان خراسانی رضوی به تاجیکستان حرکت کرده است. اسماعیل فیروز سرپرست امور بین المللی شرکت فرآوردهای نفتی خراسانی رضوی هم گفته است در میان کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان بازار بسیار مناسب برای صادرات سوزشواری دیزلی و فرآورده‌های نفتی ایران است. ایران قصد دارد پس از عراق و افغانستان تاجیکستان را به سومین مشتری سوزشواری دیزلی خود در منطقه تبدیل کند. دسته فوتبال بازان خوجند شهر خوجند در بازی سنجشی برای سیسکا پامیر دوشنبه به حساب 2-1 پیروز شد. دسته خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقات قهرمانی کشور که به بازی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 با باشگاه اهلی الخلیل فلسطین در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند بازی نوبتی سنجشی انجام داد. این بار رقیب خوجندی‌ها دسته سیسکا پامیر دوشنبه بود. این بازی که روز سه‌شنبه 2 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد با پیروزی خوجند با حساب 2-1 خاتمه یافت. در آغاز بازی در دقیقه 3 فروغ قادر و حمایتگر اسسکا پامیر توپ را به دروازه دسته‌اش زده حساب را کشاد. گل دوم خوجند را ایلهام براتوف در نیمه دوم دیدار در دقیقه 75 به هدف رساند. بعد 10 دقیقه فیروز رحمتوف حمله‌گر اسسکا پامیر حساب را تغییر داد. یادآور می‌شویم از این پیش بازی سنجشی میان دسته‌های خوجند و استقلال شهر دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان که 29 ینور در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شده بود با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در واقع دو بازی پیشین استقلال و خوجند در شهر قیراقوم ولایت سوخت نیز به نتیجه های مساوی 1-1 و 2-2 به انجام رسیده بود. بینندگان گرامی این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.